برادر اسماعیل میشنوی؟ بله. خب برادر وطن بفرمو، از خودت شروع کنیم، فکر نظرت بگو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب و سلامت باشه. درود بر شما، درود بر تماشاگران شما که اکای حسین اشرف و این برادر اکای اسماعیل دم. تشکر. سلام علیکم اکا. امیدوارم خوب و سلامت باشه. اوید همین موضوعی که امروز در مشکلی در همین وطن ما هست، در تاجیکستان، در همین شرایط سختی که حاضر همین خنکی که در همین شرایط نه یگان کس دستگیری نکرده است، مادرای ما برآمده، هر یک مادر برآمده گیره کرده است، نه فقط در دوشنبه، در حصار و در بدخشان و از کلوب و از تمام جا شکایت کرده است، اما ما میبینیم که یگان کس به درد همیون نمیرسه. فقط همین مبارزه برآمده از حق و حقوق همین مادران دفاع کرده است، از حق و حقوق مادران همین که بچه‌ای که غریب دن مادرای همیون ما دفاع کرده استیم. اما رحمانوف داج همین اولایی که گذشت همین دیروز یکم خبر برای ما رسیده بود، ما فهم کردم همین خبرم که همین خانواده گذشته شد. همین دم حتی رحمانوف همدردی چه بیان نکرد. یک سگ پوتین بمبره همدردیش بیان نکنه، یک امریکایی سگش بمبره همدردیش بیان نکنه. در همین جا معلوم کرد رحمانوف که شهرونده خچکو پیستن نمیکنه، زدگی گفته هم تاجیکی زدگی همین شهروند زدگی همدردی خیلی حتی بیان نکرد. محصولین در دوشنبه کیه؟ رستم امامی باید برق تامین میکرد. گناهگار کشید استعفا رو. چرا مردم استعفای رستم امامی طلب نمیکنه؟ نه فقط دوشنبه، در تمام منطقه ها سوئد نیست، برق نیست. از حصار نوار روی کردن، از کلوب روی کردن، از چند جا روی کردن. خمکه در همین حالت شما مردم دستگیری کردن نتونه کی نتونه؟ اکای حسین دیاد داری همین کرونا ویروس بچه کرده مردم کیداد کرد گرفت رفت. اینا یک در وقت نمیخواد کنی همه وقت کیداد میکنن. وقت صحبت بیان که جل جنده شام میگیره و کوکس بده تاجیکستان ایس خیتای میگیره، قرغیزستان میگیره، ازبکستان میگیره، افغانستان، تاجیکستان رنگ کردستان میشوه. امروز شما اگر همین مبارزه که ما در دیدین شما را گفته استیم ما را پذیرش نکنه، حداقل شما اگر موتیوات سنت ما دکو زندگی ما را که اسم میدونی چخیلیه میتونیم مکان کنیم بودن اتا زندگی شه. نه که امروز دردی و ملت و مادر عکس امو دیگه شما بینی کو توقعات کده دیگه نمیشه که حسین مگر این بریم گپ زنیم دیگه. ایچی عذاب و ایچی رنجه. دوشنبه ربی خانه ربی دوشنبه تو یگان لامپایی که همین سویتافور با روسی میگن چیروغاکه که در از کار نمیکنه. انا قدر برف شدگی که توزه نمیکنه ندارن، اختصاص ندارن، ماشین برف توزه کنی ندارن که اما برف را حتی توزه کنن. تو چی برو اومده اینجا؟ حداقل مایلش مرد شما یک بار اومده با چهره امور دفاع کنه. شما چخیلی مرده که اشکی مادر همه بینه و همون را با برآمده رحمان فا تعریف میکنه و نه حکومت نه وای خوب است بینه دوشنبه خیلی کدام دومی که همون نوار نشون نداری که مادر میگه در دوشنبه 16 اتاج نه او نه سوید کودک 8 ماهه طفلی بگناه یک کدگیه چه شما میبره با دفاع میکنه همون حوزی در دوشنبه سوید نیست. همین چیزا را دیگه حقیقتا نیست. این طفلا که متاسفانه رحمت در این شب روز پیش مردم در نمیسته و یگان بر نبود. همین 30 ساله فقط کشتار زندان یک جا کنم که یک مبارزه بخفم ای خفای حسین اشرف اکای محمد بتبال یا ای خفای مبارزه شدگی ای خفای زندگی برای آباد کردن مردم یا برای مردم یک زندگی بهبودی کردن خیلی گپا نیسته. اگه مردم خودش مقایسه کنه که ای دبر مردمو که دبر مردم نیسته. رحمان و فیام مبارزه هر روزی که همه چیزا ما گپ ما 5-6 سال شد همه چیزا را کو مشکل سوئد نیست گپ زدیم. اخیرا هفته که چله خورده کرد در چله خورده نه بود و هوا کنک دارن بود و هوا سنجاقشون کجا نگاه کرد چیزا پیشکی نگفتن که همه وقت برق خونکی میشود یک همو سیستمایی که اکای حسین خودت میدونه که سیستمای اسپیشال نه که برای که برق در پیوست میکنی مردم را برق میکنن جوک میگن
همون سیستم ها را نمیخرن. و کمر کتی هم ممکن نیست کمر کتی خانه را علاو سرتی خانه را گرم کنی. کمر کتی ممکن نیست. کمر کتی اینمی من برم که یک روز من دادو نوار کنم که حسین روی کنم کمر کتی و جایی که اتاپلینی های که همون جو را گرم میکنن که اتاپلینی میکنن که همون طول همون دنیا را گرم کنن. از نبودن سویت چهار کودک چهار طفل بگناه و یک زن و یک مرد مرد. همش جوان بودن. حداقل همدردی خطا بیان کرد. مردک نیستن یو. یعنی گپ همی بود. نیست اگه مردک اچتی رحمان رو دفاع کنه. اگه حسین ای درد ملت ما نفهمیم که این ملت میروا کم خیلی. ما مبارزه را باید سختری بد گیریم اکا. سختری بد کنید. اکای سوروب کنید. اکای سوروب نیست گپ زنه. اویدی موضوع. کنید برادر خطون یا باید همه کسا سرجم گپ زنیم. مردم ما در نوار روی میکنه ایزاد بیشون ته میگه شیش مخاط میگه. اما در درونی داخل گپ زنه میگه ما را میبرن نامردن میکفونن میدرونن ما میگه. رقیب نامرد میگه حداقل شما بروی گپ زنه میگه. همین کسایی که نوار دارن در همین شب روزی که در دوشنبه انا حادثه های همین خنک بدن شونه همین خنک ها بگیم که همون پرابلم هایی که در دوشنبه هستن شر نیست که در اون نوار گپ زنه. شر نیست که در اون نوار خودش نشون بده. حداقل از بیرون یک نوار بگیره روان بکنه برای ما. در همین نامری برنامه حق و باطل تلگرام در تلگرام روان کنین. در برنامه آینده من نشون بدیم وضعیت اینمی هفته‌ای که این حوض ما قرار داره. اینای کسایی که از رحمانوف دفاع میکنن بفهمن که هفته گذشته چی سری مردمی تاجیکستان بوده. یکی در همه سال قرار داره. آدم بیناموس کو ناموس که نداشته باشه بعد همون چنارا که بزنیش بعد میگه که اکای چیگم نداره زتو سویگی میکنه کو ما برگ نمیمونم در پیشم تو بخره او چنارا قبول میکنه. ناموس که نباشه برای همین خاطر تمامی چیگم نداره. خیلی اگر تو پومیرا گرفتن اونجا سپور نمیده. اینجا پرابلم که ترانسفورماتور بود. اینای دیوانه دیگریش برومده است میگه که انا کدوم گوسالبای غلطی دیگه صاف دیوانه او دیگریش در برنامه دیگه یک گوش فروشه که نمید داد میزنه میگرده یا بی سواد خودشم یا بی عقله یک آدمی که مغز نداره دیستریت نه هر آدمی که میبره قطعاً جنجال میشوه. صاف اینمی آدمی با عقل از رحمان دفاع نمیکنه. اکای حسین آدمی با عقل که میفهمیده که از رحمان دفاع نمیکنه. اکای حسین فکر که همین مردم فرد این مردم کو رحمان رو میگریزه میره و زدگی های مردم این آدم کیدت که امین آدم گوش فروش احوال شبه بین در تاجیکستان داد زده قد به قد دوما گوش دبیو حاضر در اسیا خودش یک مهاجر ننگ ناموس نیست. در پیش پاسپورت در پیش یک بیگانه میرون سطری اثرش زنش رمولش میگیرن صورتش میگیرن. اینا ناموس. یک آدمی با ناموس هیچ چیز قبول نداره. میگه که بگی به همین رمولش بگی. او که سطری او را بکشه که تورسک شکشیدگی میفهمی. برای یک آدمی جوانی بننگ با ناموس به نام خدا قسمه که او سطر برای او ایمان شای او عقیده شای. پریچو میگه همون سطرش باشه یا که نباشه. تو چهره او را موی او نمیبینن که در صورت او را تشخیصی او را در ایرپورتی موی او را نمیبینن که او را چهرهش میبینن. تمام دیگر نیکی این گوش فروشه نموجه میروه برای پاسپورت گرفتن نمو رمالش هم میکشن میگه که بگیر صورتش بگی. ناموس میگن یک چیزه ننگ ناموس که داشته باشی این چیزه تحمل کرده نمیتونی. وقتی که این چیز در وجودت نباشه دیگه این مرد بدنت کو پروستا یک چیه اگر از زنی هست که مردانوار میبره از حق دفاع میکنه انا او را میگن مرد این است که در بین پدمون سامان مردانگی داشته باشی. زن تا ایزارش به در میکنن تو خیلی چکا کنه دولت باید قانون داره. قانون در یک دولت دموکراتی نباید خیلی باشه. خب برادر وطن تشکر زیاد. خدا نگهدار باشه. زنده باشی. خدا نگهدارت. برادر اسماعیل بفرما.
ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Умедворам ки ҳамат хуб ҳастед. дохили мавзӯъ мешавем иншаллоҳ. بفرمو. имрӯз аму аҳли байти аму инсон ма ай худам ҳамдардӣ баён мекунам ва ҳамдардӣ мара қабул кунанд. ҳамин рӯз иборат бояд раҳмонов аҳли оилаш қати истифо битая бирава. агар ман дар ҷои ҳамон бошам банда мегирам худам оз мекунам. мега сталба чапа шуда мебаранд сталбаро соз кунам. тобистон чикор кардан? соф дуз соф раиси ҷазири бисёр овардан дар гирди худшон ҷамъ кардиянд. ранги худшон ҳамун дуздора. яъне мо мардум тамом мусофир бигард шаҳр ба шаҳри мардум. در تقدیر ما همی بده است. тақдирмон ҳамин будай. тақдири ӯ намешай хеле. фақат тақдири мо хеле. هیچ خیلی خداونده که فقط همین مردمی بیچاره تقدیری بد و که هر روز در زینا، هر روز در کیف نوش، در کیف صفا و در بگیم که عیش نوش و خداوند ایتری نیست. والله قسمه که کسی که به همین فکره او اسلام ایسر به آموزه. باید ایسر نو دینه به آموزه. بعد گفتانیم که همو استعفاشان بتیم براون نوخی مردم جلایش هم بسیار ایتی نمیخدم. چیکار کردم؟ عجایب بود با خدا. مایلش در امانی الله باشه، خدا نگهدارتون باشه. با یک بار دیگه هم همدردی ما را قبول کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. علیکم السلام و رحمت الله.